درود بر شما آقا. بعد یه غیبت کبرا برگشتم با کونیگزگ رگرا، قوی ترین ماشین تو اسپیدگیری دنده عقب. خودتون ببینین 460 کیلومتر میتونی دنده عقب اسپید بگیری. و البته رقیب کونیگزگ رگرا که ریمک نورا هستش میتونه با شتاب خیلی بیشتر و با سرعت 450 کیلومتر دنده عقب اسپید بگیره، ولی کنترل کردنش خیلی کار سختیه. آقا دمتون گرم که تا اینجای کار همراه من بودین. خواهش میکنم حمایت کنین، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اینم شیر کد تیون ریمک و کونیگزگ. ماچ به کلتون، خیلی مخلصیم.